حالت کردن میکنی و میدوزی یک نقشه حالت کردن میکنی و میدوزی. روپیما ابراهیمова از گلدوزان ماهر و معروف ناحیه مومن‌آباد بوده با این هنرش شاگردان زیاد به غایه رسانیده است. گلدوزی از هنرهایی بود که این هنرمند در خردی آن را از خود کرد و تا هنوز این پیشه را ادامه داده ایستاده است. روپیما هنر گلدوزی را از مادرش آموخته است. این روزها شاگردان زیاد اطراف این زن چیره‌دست نشسته و از این هنر والا درس میگیرند. آنها افتخار از آن میکنند که این هنر را از خاله روپیما آموخته ایستادند. این زن با محصول دست خود از قبیل چکندوزی، خوراکدوزی، تاقی‌دوزی و دیگر هنرها روزگار خود را امروزها سامان بخشیده و در احیای هنرهای ملی نقش گذاشته ایستاده است. خاله روپیما این هنر را به خوبی از خود کرده است. مردم دهه او را با نام گلدوز ماهر میشناسند و احترامش میکنند. این زن در عرفه بهار و نوروز به پسران تاقی‌های گلدوز و به دختران لباس‌های چکن آماده می‌نماید. تا به امروز روپیما ابراهیمова در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی شرکت کرده با دسترنج خود این هنر اجدادی را بارها معرفی کرده است. هنرش خاله روپیما را تا به جمهوری افغانستان برد. این زن هنر خود را بیرون از کشور نیز نشان داده و گلدوزی‌های زیبایش را مهمانان و سیاحان بهای بلند دادند. خاله روپیما فخر از آن می‌نماید که در فضای آسوده کشور هنر خود را رشد می‌دهد و آینده باز شاگردان زیاد آماده می‌کند. با قول این هنرمند اعلان شدن سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای باز هم احیا شدن هنرهای مردمی مساعدت کرده ایستاده است و هنرمندان مخصوصا روستاها با این امکان تلاش دارند تا با محصول دست خود در انکشاف این سمت سهم بارز گذارند.